سلندر سرخ حفاظتش صحیح بکنین. نفرای ما که از پیش پلیس فرار کرده توسط ویلگردا کشته شده. اگه این ویلگردا را گیر کنم خب توته میکنم. موسی خان چه رقم نفر است؟ چه رقم مردم است؟ فرای خاص ما را از باین برده رئیس هنوز ما نشناختیم نفر را کی است؟ با بچه من تمام کارهای خود ایران میکنم. این ویلگردا را پیدا میکنم. موسی خان یک قسم که ما را یک و تنها از بین میبره. اگه ما جدیتر و زودتر اقدام نکنیم روز شوه که مرا میکشه، ایران میکشه، اوران میکشه و حتی به شما دست پیدا میکنه. ما باید زودتر و جدیتر اقدام بکنیم. عبدالله بچیم همین استاد دبر اصول مدرسه من میرم معدن بخاطر که مردم منتظرم است استاد شما مدرسه برسانم. خیر ببینیم مولوی صاحب، خداوند شما را تو نورانی و با برکت پیدا کرده که دائم من دسترخوان شما آوار می باشه. نوش جان کنه قاضی صاحب هیچ گپ نیست. چای نخورده بودم پیشم مردم رفتم هم عشر زکات جمع کردم میبرم که برای موسی بدم. موسی خان؟ بله موسی خان خب مستحق از این نیست. اگر دانی از دور رسید از این پیسه بند نسازیم این منطقه بسیار بی‌بندوباری میکنه. این خب برای دولت تسلیم میشه، از طریق دولت برای مستحقین داده میشه. عشر زکات حق دولت است. ما شما شکر الحمدلله مسلمان هستیم. لیکن یک گپ مرا به تشویش ساخته مولوی صاحب. بگو کدام گپ است که تو به تشویش از او هستی؟ دانی موسی خان خوب این پیسه بند میسازیم لیکن این سیل و چک بیخیس برای ما درد سر جور کرده که کتی از این چی کنیم؟ مولوی صاحب که اولادای ما دم روی ما چرس بزنه، پودر بزنه، شراب بزنه، یکی دیگه خود بکشد. اوه قاضی صاحب این چی وضعیت است دیگه؟ غم نداشته باش مولوی صاحب، من راجع به می سیل و چک و گپ میزدم. اینال به چشم خود ببین که چی کارا را خاک کردن. چی وضعیت است؟ مولوی صاحب بچه نریم میرم. خیر خدایا خیر. ظالما از خدا بترسین علاج کنین نکشین. ظالما از خدا بترسین نکشین. ظالما از خدا بترسین، از خدا بترسین نکشین. جز ظالم نکش. نکشین ظالما از خدا بترسین نکشین. ظالما نکشین. مال مردم است، از بیوه و یتیم است. سیل اگر پس خو آمار اوزار در جریان نمانه، تشویش مرده را نداشته باشه. خدا ببخشه مستقیم. بله سلام علیکم. خوب هستی صحتمند؟ چطور هستی جانم؟ خوب هستی؟
تشکر، زنده باشی. چطور شد جیگر جان که یادم آکدی؟ به خاطر از یک زنگ زدم که پدر جان نیستم. میشه یک بار ببینمت؟ چرا نه؟ 1000 دفعه میایم. دیگه چی گپ است؟ خیر خیرتی. خیر ما آمدم. بخیر. موساخان اینقدر شدی حال دم برم بگیری در وقت مشکل خود بلا زده داره. موساخان قاضی تباه شد، تباه برباد شد، برباد. تمام پیسه را که از مردم جمع کرده بودم از پیش موسه نفر لوچک گرفت به زور برد و دمی روی من نفر کشت. این پیسه را ما از جیب خود جور کردیم. اما پیسه که از خودت ما میگرفتم پس بر تو سر به سر کرده آوردیم. قاضی صاحب مرا را پشت کارهای خورد ریزه داخل نساز. ما بسیار کارهای کلان دارم. جانم چطور هستی دیگه؟ تشکر، زنده باشی. شاید تعجب شده باشی که من تو را به خاطر چی خواسته بودم اینجا. خاطر چی خواستی؟ صرف به خاطر تنهایی مردم. دخترای همسایه و دخترای خالیم همیشه به من طعنه میده که این چند سال میشه از نامزدی تو عروسی نمیکنی. همصنفی پنتونم مرا میگه چند سال میشه از نامزدی چرا عروسی نمیکنی؟ بیبی تمیم جان تو خب میفهمی که من مادر ندارم، یک دختر بی مادر هستم. پدرم در تو خب معلوم است. هیچ حوصله انتظار بودن و آزار دادن تو را ندارم. گوش کن فرخنده جان، عروسی در زندگی تنها مهم نیست که ما تو عروسی کنیم. پیش از او بعضی کارهای دیگه هم هست که باید ما تو را تنظیم کنیم. خودت خوب میفهمی که من یک عامل پلیس هستم. من 1 لک یا 2 لک افغانی ماش ندارم. من وقتی که ماش خودم میگیرم دهید برای تو ایدی میارم. هنوزم پدر تو قناعت نداره. تا کوشش میکنم که یک چیز دیگه جمع کنم. ایدی دیگه میرسه، نوروزی میرسه، بعضی مشکلات ها من دارم. خیلی چه قسم کنم؟ یا دیگه دختر، یک لحظه انتظار مثل سال تیر میشه. یا دیگه آمد. لعنتی پلیس در این وقت مزاحمت کردی و من دیگر روز میبردارمش. باباشه غفور چی شد رفت؟ حداقل ما رو خیلی بیدار میکردی. رفت.
غفور رفت؟ باشه چی گفت دایی که صبح خواهد محال انداخته بیدار شده چی گفت است؟ غفور رفته این آجان ما را بیدارم نکردن. غفور رفته بچه خب بیدار نکرده خداحافظی خب نکردیم. از تو دیگه چی گله کنیم کل کارهای که نمیتوز چی میکردی؟ تو بگو چی میکردی؟ یک کسی که دستم پیچار داد 2 کردیت به خاطر استاد ظالم دراپ میشه میشیشتیم مثل شب باز امروز برش گریه میکردیم در گل صبح باز گریه میکردیم به خاطر که مادرش تکتیر قلبی کردن راست میگه چی میکردیم؟ حداقل از اخراج شدن نجاتش دادن نتونستیم گریه کرده رخصتش میکردیم آلیو برادر همون پیسه داشت نداشت همون خبر میگرفتیم سعی میکردیم در جیب پیسه بود نبود همون تو بیخبر رفتی خو یک نوجوانیست پیسه خود دیدی چطور؟ 3 ماه گوتل از موقف جاوید برماش نان میخوریم گپ از پیسه میزنه 10,000 افغانی در جیبش میماندی یا برش میگفتی یعنی یک لگ افغانی را بگی پنتونی خصوصی بخواد از گشنگی چاشت میخیزی گپ کم کنی رفیقا اگه پیسه دار هستین مرینم پیسه را مرن مام صبح امتحان نکست مضمون دارم استادم میتونم که ما کامیاب شم سوار از تا قیلا کردن نرم غفور واره تو خیلی گپ نزن تو چی گپ میزنی همون روز گفتمت که پیسه کار در جیب ما پیسه دارم بده که دان همون چوب شود که از همین جنجال خلاص شوی اون یک استاد نام چیزی که استاد است کلا نامبر کرده تو هم وقتم کارت خلاص میکرد یا عملی پیسه داره از کجا نشه خب مسئله است میگه تو هم مسئله است هم کلگی در یک حالت است دقیقا گپ نزن چی پیسه مایسا یا یک دفعه بود 3-4 روز خلاص شد بریم هتل جاوید بیادر میریم موقف شهر روز دیگه نام خورده بریم تا گیر بری باز برو بخیر بیا خدا مهربان است تا جاوید بیادر است ما هم هستیم باز پیسه نمیدین هر روز دیگه ما با تو خدا معرفی کرده بریم تو نمیشنسی که ما کی هستیم ما نفره جاوید هستیم جاوید خدا خدا خیلی بخیر باز همون مسئولین آمده بود مسئولین آمده بود؟ باورشانه وضعیتشان خوب نیست خنچره بود آمر روزه سخت پشت ثبوت میگردن خیلی متوجه میباشی جاوید تا حالی پلیس گرفتار کرده نتونسته شاید تا بعدم گرفتار کرده نتونه باز تو امروی مرسی نمیگینی؟ گوش کن جاوید چونه که تا امروز پلیس گرفتار نکرده به این معنی نیست که پلیس گرفتار کرده نمیتونه من منتظر یک ثبوت هستم یک ثبوت در خلاف جاوید چون به دست ما بیایه یا مردم منطقه در خلاف جاوید چون استاد شوه من جاوید چونه در پنجه قانون میسپارم بعد از اون ما تو عادسی میکنیم گوش کن نام رئیس ما را بگم خودت پیسه را میکشی ای مشخرمان ما نفرهای مصفحان هستیم میفهمی یا نه گفت چون چون نک پیسه را بکن پیسه را برای جاوید آمد بگرد به خدا براستی جاوید آمد بگرد چی گفت از کاکو چی گفت جاوید بار تو خدا جاوید بار تو خدا گیرش بگیرید کمان نواخی کمان باسی کجا بار تو مصطفان بگو مصطفان کجا سلام میکنی اینجا؟ جاوید به منطقه تو چی میکنی اینجا؟ جاوید تو چی میکنی؟ از قانونای جاوید خبر داری؟ تو خبر نداری که این منطقه یک شیر داره و لالا جاویده اوه
لالا جاوید است؟ ولی نشناختی؟ فقط هم امروز مرا برین کمیجا بگردم. امروز فردا نداره. کلگی امروز میگه. چیزه چرا آمدی؟ شرط دارم. چه قسمیشه؟ داره بکش. برام مگم صرف همین روز. دیگه اگر دیدمت باز چی؟ باز زمین فرشت میکنیم باز نداره دیگه. اینجا که تیر شدی اول کشمی کسی پرسنم که لالا جاوید کی است. فقط هم امروز برتان پول میتون مرا برین که پشت مفعی بگه بچه بگش چیزی که داره انت خارج میتونی آن شما بتیمیتم ما پیسه را بگش پیسه جاوید بیادر برو مشکل چی است؟ جاوید برادر ما کلک پرورش اندام جور کردیم و نفرای موسیخان باج میگیرن. باج میگیرن نفرای موسیخان مشکل تو حل میشه و لوحه تغییر بده برام جاوید نوشته کسی از پیش باج نمیگیره. جاوید چقدر مقبول معلوم میشه بچه پیسه لالا جاوید بده. من نگرفتم ببخشید لالا جاوید شما ببخشید پیسه رو بگیر. نه لالا جاوید گپا بگی دیگه گپا بگی دیگه نه لالا جاوید گپا بگی دیگه نه باشه پیش کن نه ما یک اشتباه کردیم اصلا جاوید خراب نکن گپا بگی گفتم شما اگر مرا عصبانی نمی‌ساختین من هیچ اگرایی که شما نمی‌کنم. نه لالا جاوید بسیار زیاد ببخشید که گپ نزن. لالا جاوید بسیار از موقف استفاده کردیم. در هتل رفتیم نام هتل از خودم است برین شما نان تمام بخورین اما از موقف ما به خاطر از استفاده نکنین که ما یک دوست و صد دشمن نشم. شاید هم شما در این ما وقتی که شما از موقف ما استفاده میکنین نگران وضعیت امنیتی شما بود. لالا جاوید ببخشید دیگه ما هیچ از موقف استفاده خواه برای چی آمدی؟ لالا جاوید من محصول هستم مشکل داشتم در برای محصولین دیگه دکترم از این بگو چی مشکل داری؟ مشکل می است که محصول هستم دیگه لالا جاوید 3 بار از من امتحان گرفت استاد در بار آخرش باور که به یک نمره مرا چانس کرد که دراپ شدم از فانتون. خب دراپ شدی؟ این ضرور بود که پیش یک کس میرفت که مشکل از این حل میفهمست. خب ما چی کاره که اینا رو کمک کنیم؟ هیچ گل جوانا پیش ما خواهم خلاف کار ما رو میگه کمک کنیم ما چی کمک کردن میتونم؟ آقا جاوید کاش که مسئله تنها دراپ شدن من بود. با دراپ شدن من مادر بود. مادرت هم چی کردم؟ با شنیدن این خبر مادر من که کالاشویی میکرد و یگانه آرزویش بود دانشگاه بخوانم. چی کردم مادرت هم؟ فکر کنم با دراپ شدن از این مادر شما از دنیا دراپ شد. ما اگر مادرداری را تجربه نکنیم سعی کنیم بی مادری را خوب تجربه کنیم. سلام علیکم جاوید بگه چی حال داری؟ خوب هستی؟ همین بود خودش هست؟
بیا خانه بیا جای بیا کتما بیا کجا میبری من مشکلتان حل میکنم چی گپ است ای چی خیانت کردی با زبان بگو ای چی خیانت کردی بگو تو صحیح است ما در خیانت کردیم پارچه شک حل کرده بود ما را دراپ کردیم نظر به بچهای دیگه لایق بود من تو برای ما پیسه ناوردک من صرف اینمی گناهگار هستم بچهای دیگه پیسه برای ما آوردک اینمی را همی دراپ شد از پیش من حل میکنم بخیر خاطر جمع باشه این چیزی که شدن حل میکنم برای جاوید بیادر تو تشویش نکن کلش برای کل کارش جور میکنم کل مشکلش حل میکنم من هستم من جان زنده دارم حل میکنم او مادر از یک کالاشگی میکنه این حمایت میکرد اون که با شنیدن خبر دراب از این دراب شده از این دنیا رفته او رو پس آورده میتونی؟ ما آقا خوب است که در دنیا مستقیم مردم میکشیم شما مردم هستیم که مردم غیر مستقیم از بین میبریم جان اگه دسته رو بچه که مزه کتا میمون بخیر نوید بخوره بچه که از برکت جاوید بیاد رست بخوره بچه بیاد من بخوره چی میکنه؟ من که میبینم سرنوشت ما و غفور یک چیز است او بچه چی شده؟ فرشید این استاد چی کرده استاده؟ چی شده او بچه؟ جاوید بیادر استاد دولت کوما برده جاوید بیادر استاد دولت کوما برده بودی خودشه چی گفت چرا خرستی؟ این که به زدن قاضی ها بریسته نه حالا قدر زیاد قاضی را آزار نمیتون خواه با چرا خرستی؟ چرا خرستی؟ ای بار پشت کسی آمدیم که زمین را تیر میشه تا حال نمیشه او کی هست؟ مدرسه ایست مدرسه ای دیوانه کده مدرسه ای دیگه یک خواستم خونه میشه دیگه میفهمی؟ آمدن یک زن در زندگی ما 3 نفر پاش میکنم تیت میکنم دیگه بفهم تو شب و روز مدرسه ای تو با جز مدرسه ای دیگه فکری ندار چرا؟ اجازه بده مرا اجازه بده از این رو تیر میشد ببینیست امروز تیر نشد دیگه چی میگم بهتر است از این چیزا موتو فکر خود جمع کنیم موتو ساخته به این چیزا ساخته نشدیم اینو فراموش نکنیم معلوم نیست کدام لحظه پلیس یا افراد موسی خان موتو را به تقدیر ما بمرمی بزنن اینو فراموش نکنیم این لعنتی ولگردان نه هیچ کس آزار نده مدرسه ای من آزار بده اگه او آزار نمیداد از این را هر روز تیر میشه ما ترا چی میگم و تو چی میکنی؟ خدایا دیگه اگه مدرسه ای از این را تیر نشه ما این ولگردان شورا نه کمرمی تا پاش نمیزنم تا تقدیرش میزنم تا تقدیرش بیبی بان دیگه مدرسه ای ده بسکو دیگه چه وضعیت بیبی یک بار وضعیت خود خو بیبی بان دیگه اجازه بشه من صبح تو بگم ده خبرش دل خونه را بفهم از وقت برای دکتر نمی کارا نکن که میکنی خودت بگو بیا خب بریم بیا ما برش میگم
یا دیگه کی است؟ میشناسم. تو میشناسیشم؟ برای چی آمدی؟ به خاطر کار آمدی. برای کار آمدی؟ تو یک چه کار؟ ببینم مثلا؟ ببین. خب شما چی کار کردن میتونید؟ هر کاری که باشه. مثلا؟ آدم کشتن میتونید؟ بلا که با قیمت جانمون تمام شود. ما چی کاره که با شما کار بودیم؟ بره ما کدام دولت؟ بره که دولت براتون کار بوده. دولت؟ کدام دولت؟ همون دولتی که ما را در و در ساخت. بسیاری از جوانان ما امید به دولت کرد طرف خارج برو. نصفش دعو غرق شد، نصفش نهنگ و ماهی یا خوردن و نصفش درا از بین رفتن. دیگه دولت چی همکاری کرد امروی ما که باز همکاری بود. دولت ما زیاد تجربه کردیم، هیچ به دردمون نخورد. کدام دولت میگی؟ همون دولتی که ما با وظیفه رفتم گفت تو باید لسانس باشی. لسانس؟ 4 سال دیگه من درس خواندم، تحصیل کردم، من لسانس شدم، اما در دفتر که رفتم از من تجربه کاری پرسان کرد. تو تجربه کاری نداری، پس دولت که با ما وظیفه نده ما در یک دفتر رو کار نکنیم، تجربه کاری ما از کجا میتونیم برس بیاریم؟ باید تجربه کاری کنم چیز نیست ما از بازار بخریم. جاوید یا خود لسانس برام فکر میکنم ماستری را دویلگردی میگیره. او بچه از یک سو بازار سوز شده، از یک سو نفران ما روز به روز کم شده رئیس. عکس با جاوید میبری؟ با خاطر از بین بردنش. اونجا که رفت خدا معرفی نکنی که من نفر موسی خان هستم. دلت جمع باشه موسی خان. فکر کو کارت شد. مدرسه‌ای؟ مدرسه‌ای مرا میخوایی از بین ببری؟ سرت مار کنده بود؟
ما در دنیا بسیار دخترها را دیده بود، عاشق نشده بود، اما این را که دیدم دیوانه شدم. بله سلام علیکم. خوب است صدمه؟ سلامت باشی. خب من خوب برات گفتم که کار داشتم اون روز نه؟ خواهی گپا چی میکنی؟ من میانم میرم پیش تا آمدم. بیخی خودم من شخصی کردم نه رنجر از پیشم نه بادیگارد بیخی تنها. می؟ ای شوخر چطور خوش شدی؟ ولی باری آخر برات میگم دیروز شام که سر من تو حمله کردی راست بگو نفر کی هستی؟ صاحب نفر جاوید هستم. قاضی را دیدین؟ نواسه خود بسیار دوست دارم. بازار میبرم تا بر باسکل میخرم بر موترک میخرم. این فقط وقت میبرداره؟ وقت میبرداریم که ما پیشه آمر اوزا میباشیم. گو دیگه که برد میخرم؟ درست. فقط وظیفه اول بود. ممنون موفقیت.
بله نشنام آمد میایم عظیم او رو میگیری؟ اون رو رم؟ سب تو جستوچو ایتو نواسه می نمی جستوچو که ما اگر تاخوش کنم آبا چک پلاستیک مرا بده با عجیان برد کنیم آقا چه صاحب چی یک موقعی است با خدا همین دقیقه این باید وارداریم از همین این نشد دیگه باید تازی اما قبضت جاوید 100 رقم کار خو کردی آخر تو سر امام نکردی؟ عامر صاحب نمیگم کار نشی تو نمیفهمی که ما فقط 3 نفر هستیم اگه این نفر ماست میشه که من چند سوالات پیش کنم پرسان کن سوال چشمایم بیبی نفر مستی؟ بله چقدر وقت میشه که در شرکت ما کار میکنی؟ بسیار وقت میشه بسیار وقت میشه؟ چقدر وقت بعد ما طرف شرکت میم؟ هر وقت که دلتان خواست میان دیگه شما خود رئیس هستین یعنی رئیس شرکت هم هستم؟ بله تو خب بیشتر میفهمی درباره ما که هر روز در پشت ماستی ما کدام شرکت دارم ندارم هر وقت که ثبوت صحیح پیدا کردی باز مرا یه زحمت بده شده که بردار تلفون بردار بله عامر صاحب بله سلام علیکم قاضی صاحب نواسه مرا ایدان کوچه اختطاف کردن بله اینمیان اختطاف کردن یک کاری کنین یک کاری کنین عامر صاحب یک کاری کنین عامر صاحب عجله کنین دور نخواهد رفته باشه راجل بین باز کسی از موقف استفاده کرد؟ تو خود تبدیل خود شد تو بخیر برو رفتم میتونم عامر صاحب نمیگم قار نشی دیگه من در رفته و گرفتگی و موته و گرفتگی زحمت نمیدی همه که تو کار داری از تو که در کارهای ما زیاف است جاوید یک گپ خوب به دقت گوش کن زیاد جنایت نکن که آخر کشته میشی زیاد خدمتم نکو که آخر کشته میشی تو یک مرض شدی در جامعه ما دکترها برای از بین بردن شما ساخته شده دکتر صاحب راست میگی ما مرض شدیم اما از اول خو مرض نبودیم نه ای براتان بهتر خود بود که عاملین مرض پیدا بکنیم حالا دیر شده به خاطر از بین بردن این رقم امراض خوب میگن نه که وقایع بهتر از تداوی است رفتم جاوید یگانه بردی تو اینی هستی در جای خود ثبوت نمیمونی یک روز نه یک روز تو را گرفتار میکنم بیادر آخر ببینین دلیل جمع کردن تان حتما میفهمین از ظلم اینمی جاوید و جاوید نام بیخی خسته شدیم
بی هر ظلم کرد ما و شما صدای خود بلند نکردیم. به خاطر اینمی امروز ما معاون صاحب اوزره و قاضی صاحب امرای خود آوردیم. هر گپی که دارین از کس نترسین. همین خاموشیشتن خودش هم یک گناه است. اوه معاون صاحب اینال به چشمای خود بیبی. اوه این آمده رو ایستن نمیشه. غرض نگیرین بچه ها، با این خودشان میره. بانین معاون صاحب چرا سعی دارین؟ اینمی تمام بدبختی رو در قریه خو اینمی آورده. ما برات گفته بودم که همین نواسه مرم اینمی اختطاف کرده بود. قاضی صاحب اون موضوع رو بند که وقتی که نواسه خود اختطاف شده بود این خودش تحت نظارت بود. خب کسی را بر کوچم بکشه مقصر جاویدشان است. کسی که به مریض طبیعی بمره مقصر جاویدشان است. کسی را عوام که ببره مقصر جاویدشان است. جاوید بیادر امروز هوا خیلی گرم است. دمیم فکر میکنم تو مقصر هستی. بس کنین دیگه، گپم شما میزنین. من از شما سوال میکنم این تو کار را بگوین که شما نکرده باشین. دوزی شما کردین، شراب شما خوردین، قتل شما کردین. حتی دخترایی که با کورس و مکتب میرن از دست شما آزار و اذیت میبینن. ای کاش که ای جوانا یک روز مسجد به خاطر رضای خدا میآمدین. شما خودتان میفهمیدین که قتل چقدر جزای سنگین است. یا شراب خور جنت نمیره. یا دوزی همینطور نیست؟ و افسوس که شما مسجد نآمدین. مولای صاحب کل گپا را کل مردم میفهمن، لیکن بغیرت هستن خود چوب گرفتن. من صراحتا میگم که تمام فساد تمام بدبختی ای دست اینمی هست. بس قاضی بس. علت تمام بدبختی ما نه، شما مردم هستین. شما مردم کجا بودی شورایتان اون روز؟ مولوی صاحب، قاضی صاحب، کجا بودی شورای شما اون روز که ما یتیم بیچاره 5 سال داشتیم؟ این قبولی این قبولی. کجا بودی شورایتان؟ و خدا هم ما هیچ کس نبود. نه قانونی وجود داشت، نه مولوی صاحب بود و نه قاضی صاحبا و مردم منطقه که تصمیم میگرفت که آینده ما یتیم بیچاره چی میشد. شما خوب از مسلمانی میگین، ایران میگن که دین اسلام بسیار خوب دین است، از کل چیز پور است. آیت و حدیث هم درباره دوزی و قتل گفته، آیا درباره یتیم هیچ چیز نگفته؟ گفته. درباره یتیم هیچ چیز نگفته که گفته سر یتیما دست بکشین به خاطر آیندهشان تصمیم بگیرین. گوش کو، در دین هیچ نواقصی نیست. هر نقصی را که داریم ما داریم. پس قبول کنین که مقصر شما مردم هستید، علت بدبختی شما هستید. کجا بود او قانون که پدر ما کشته شد؟ کجا بود شورایتان که وقت کاکای ما از بین رفت؟ کسی خیره پرسان نمیکنه که علت یتیم شدن از یا چی است؟ فقط علت تمام بدبختی پشت ما را گرفتین که امین شده. ای تو هزاران یتیم و بیچاره در قریه بوده، اما دوز و بدبخت و قاتل خونه شده. هزارای تو شوران بوده، هزارای تو پدران و قانونان بوده که میتونسته جلوگیری کنه از این موضوع. گپ میزنه. جاوید برادر یادم نمیره او زمان شما مردم ما که خورد طفل بودیم که شما مردم در خانهتان پلاستیکای میوه، پلاستیکای پر از نان خاصه شما میبردین در خانهتان میخوردین. هیچ وقت فکری را نکرده بودین که ما چی میشیم؟ آیا وقتی فکر کرده بودین شما که یک زمانی ما هم پدر داشتیم برای ما رقم میورد؟ جاوید بیادر یادت است؟ ما وقتی که از پشت خلطای شما میده بودیم بس جرأت از این نداشتیم که گفتیم بر ما یک چیزی بکنیم. فقط همین میگفتیم که یک وقت ما هم پدر داشتیم و ما همه قسم نان خواسته بود.
ما هم یک وقت پدر داشتیم و یک کاکای مهربان داشتیم. اونم بسیار آرزو داشتن که ما اشخاص خدمتگار در جامعه بزرگ شویم و خدمت ما به مردم برسه. اما در مقابل موسی خان تو با چرا اینجا آمدی؟ شخص ظالم به نام موسی خان و همکار او یک قاضی خونخور در منطقه ما زندگی میکرد. برای قایم میگیر که وشت جمع کن خود تو بفهمانش. روزی بود که پدر ما سر زمینا با همی موسی خان سر خورد و موسی خان به خاطر ندادن چند افغانی عشر و زکات زمینای ما در دم چشم همی قاضی و ما اطفال معصوم بیچاره پدر ما را به بسیار ظالمی به قتل رساند. ما از اون کودکی یاد گرفتیم که جای در جامعه به خود پیدا نکنیم، فقط مردم دیگر بکشیم و جایشان بگیریم. بله، کاکای ما که مرض بد در وجودش داشت او را ما از دست دادیم. لحظات تیر میشه، زخمای دیده مانده ناسور جور میشه. مولوی صاحب، قاضی صاحب، آیا ما از بطن مادر ناسور به دنیا آمده بودیم یا این جامعه ظالم ما را ناسور ساخت؟ اگر شما یک پیمان از گوش ما گرفته و طرف مسجد مدرسه می بردین، این مرض به این اندازه بزرگ نمیشه. حال این مرض به حدی بزرگ شده که هیچ تو دوا و دکتر و قانون ساخته نشده که ما مردم را تسلیم بسازه و تغییر بده. بس زیاد شد. رام تکان نخورید. پرتین تفنگایتان. بچه ها پرتین سلایتانه با این زمین. جای داره تو برو در قصه من نباش. برو رفتن تو ضرور است. برو جوان، ما لیاقت ای تو یک مولوی تو رو نداشتم. جای داره بیا بری جای. من تنها نمیرم، ماهون صاحب. جاوید، هر کاری کنی آخر به قانون تسلیم میشه. این را از یاد نبر. بشو نفرهای تبوک پس برن استا چوان. بچه ها شما باشین، من امروز گپ میزنم. شبکه تا بند کن. بازم گفتم پشیمان میشه. بدون کدام چالاکی پیش شو. ما صاحب نمیگم کار نشید. در کل اشار معلوم است که ما 3 قانون داریم. کسی که از 5 نفر زیاد نکشته باشه نمیکشیم. حالا اگر دلت شد که من میره تقدیرم بزن یا نشدم مربوط خودت میشه. بله آمر صاحب. جانم هنوزم خفه هستی از من؟ نه فرخنده جان، ما به تو خوشخبری دارم. ما ترتیبات عروسی را گرفتیم و زودترین فرصت عروسی میکنیم. چی؟ جایدش هم تسلیم به قانون کردی؟ نه، ما تسلیم او شدم. چطور؟ میفهمی فرخنده جان، علت تمام بدبختی های منطقه پدر تو بوده، نه که جاوید شان. ما چقدر ساده هستم، مرد مردم چی؟ ما تو زندگی خود آغاز میکنیم. درست است.
خود موتر اشتباه که داشته مامور گرفتن سر. شما نفرای کی هستین؟ نشناختیم، ما نفرای جانگیر هستیم. آمر صاحب طول بکس ما کم کن. درست است، بستهش میکنم. کجاست؟ در موتر است. محمد اوزاخ مزاحمت نکرد؟ نه، بسیار یک آدم بی تفاوت بود. پلیس! آمر پلیس بی تفاوت نه، متفاوت است. عوام تاریک شده رئیس. از گرفتاری جهانگیر خان و تبدیل شدن نام روضه بسیار باید در جیجان باریم. خدا به زودترین فرصت از راه باغ بکشیم. چرا جای دوستان هستی؟ چرا استاد شدی؟ پشت پلیس گرفته، پلیس. دیگه فکر مدرسه‌ای است. بخوریم. حرکت کن. بریم. بریم جای. شما ظالمان نمیتونین صدای مرا ببندین. من حق میگم حق. ببین درباره هر چی تبلیغ میکنی تبلیغ کن، اما درباره مواد مخدر و ماه اوش کده باشه که دیگه تبلیغ نکنی، زبانتم بالا میکنی. من همیشه تبلیغم میکنم، چیزی که حق قصورم میگم. اگه سرم هم بره من از گپم پس نمیگردم. تبلیغ میکنی؟ ولی من از تبلیغم نمیگردم. من حقم میگم. تبلیغ میکنی؟ میکنم تبلیغ. تبلیغ میکنی؟ ظالم تبلیغ میکنم. تو مرا از حق من کنه نمیتونی. تبلیغ میکنم. حقم میگم. بعد از این زیادتر میگم در برابر شما ظالما.
تبلیغ میکنی؟ آه ظالم تبلیغ میکنم. تبلیغ میکنی؟ تبلیغ میکنم. بچه های را کنین. از درق پیشانی ازی معلوم میشه که دیگه ای تبلیغ نمیکنه. ایره که ما هرچی که بزنیم ای خود میگه که ما تبلیغ میکنم، اما دیگه تبلیغ نخواد کنه. حالا صبور، تو تشویش نکن. جواد برای ما شما معلوم است. هر کار که دلش هم میکنه. حداقل امروز رو نباید ناراحت بسازیم. امروز تصمیم خود بگیریم، یا مدرسه رو انتخاب بکنه یا ما. خو خی این حال ما فهمیدم که دخترم هم شما اختطاف کردین. شما ظالما حالی که من از تبلیغ نمیمونین ما فهمیدم. با خاطر ازی که دختر من یک دایی بود و گپ حق به مردم میرسون. شما ظالما این رو نمیفهمین که یک ماه شب و روز ما با خدای خود دعا میکنم و از خدای خود دختر خودم میخوایم. شما از خدا نترسیدین؟ بالا سایکو سنومه بیبی که شما دختر ما اختطاف کردین، ای که بالایم یک پدر چی میگذاره او را شما نمیفهمید. شب روز من خون خورده رایستم. آخر قنای دختر من چی بود؟ همی بود که لباسای به شکل حجاب جور میکرد، همی بود که تعداد زیاد از خواهرها را دعوت به اسلام میکرد، همی بدیش بود که او یک دایخ بسیار خوب بود. از خدا بترسین، دختر ما اعلان کنن و هیچ گناهی نداره. هر جزایی که میتین مرا بدین. این اشکای تا پیش یک آدمی میرفتاندی که احساس میداشت، اما ما این را برات واضح میگم که دختر تو را ما اختطاف نکردیم. میکردم اما نکردیم. ای که پس کار تو نیست. کار کدام ظالم است؟ بعد از موسی خان یک ظالم دیگه کی است رو میفهمی کی است؟ او جاوید است. جاوید ما بریم کابل تا بگیریم. ما پس پیش مدرسه میریم. تا بکی ها؟ تا بکی توی قسم بکنیم ها؟ او طرف بسیر بر ما زنگ میزنه میگه جاوید چطور است و خودت هم بسیر اوجا مطمئن ساختی تو همین جباش و دیگه کارا نکن و خود این طرف هم بدی و ما امنیت رو ترا میگیریم و تو میری پشت مدرسه. یا آخر چرا؟ تو خب سی خودت هم میفهمی او طرف افراد موسی خان در پشت ماست، او طرف مردم منطقه خیس بالای ما، او طرف پلیس در پشت ماست. آخر تو چرا این کارا میکنی؟ فقط مدرسه چرا؟ باید تو تصمیم بگیری یا ما را انتخاب بکن یا اون مدرسه. تصمیم ما چطور تصمیم گرفته میتونم؟ تصمیم خود در غیاب ما شما بدید. فهمیدم. حال تیم شما پورا شد. ماشاءالله دو تا جوانای کاکا. حالا تیمتون پورا است. نیاز به جاوید نداره. خوب تصمیم گرفتیم. ما مدرسه ای را انتخاب میکنم.
تشویش نکن. تا هنوز کار داده دست ندادیم که نفر سر شب ببر. تشویش چی رو میکنی؟ قسم طرفم نبی که من میترسم. کمی دور باش از من، نزدیک نبی که نامحرم هستی. نامحرم؟ چه قسم محرم شده میتونم؟ تا که من نخواهیم نمیشی. تو نخواهی؟ بخوای؟ نمیخوایم. مگر من میخوایم. من نمیخوایم. ایره بفهمی که به خاطر جانم داده میتونم، اما ایره متوجه باشی که جانم گرفته میتونم. جگرخونی تو را دیده نمیتونی. برو تا اتاقت، هرچی که برات ضرورت شد سرم صدا که برات میارم. برو. نامم جاوید است. میفهم که جاوید است. آفرین. احمق بیا برای که برکت رو آورده. این است کجا که این را وقت تاب کنی خاطر که ساعت تو تیل شود. مرا صدا کردی؟ چی میخوایی؟ برای یک قرآن کریم آورده میتونی؟ از خدا بترسین، نکشین. گل ظالم نکش. نکشین. از خدا بترسین، نکشین. ظالما نکشین. اگر تو را چیزی شود باز؟ اگر کس بر ضرر برسانه؟ خلافکاری منطقه تو هستی. اگر به کس ضرر برسن تو میرسانی. باز من از چی بترسم وقتی اینجا منطقه خودت است؟ توی قدر فکرم هستی؟ چرا نیستم؟ پس من پیش پدرم ببر. نام پدرت بگو نگی. اگر پدرت زنده است باز از برکت توست. چی مشکلات های رس پدرت نیدیم؟ مرا پیش پدرم ببر. پیش پدرم ببر. گپ میزنه. چی کردی؟ گفتگی ناوردی؟ نه نتونستم. چرا نتونستی؟ رفته بودم که بیارم. وقت داخل مسجد شدم آستا آستا و میراب مسجد نزدیک شدم. دست پایم در لرزه آمد. ما در زندگی بار اول است که ترسیدیم. واقعا ترسیدم.
نتوانستم که بیارم. نتوانستم. تو برو یک بار دیگه کوشش کن. میتونی. برو. نترس. ترس تو نشانی خوشبختی است. برو کوشش کن و برام قرآن شریف بیار. فکر نکنم که این کار را بتونم. فکر نکنم. لطفاً برو برام قرآن شریف بیار. میخواست مرا بکشه. رفت نیست پدر خو دیدی. خو دیدی؟ شکر که خو دیدی. قریب از جانم برای الله 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 سالها در فسق و عصیان گشتیم، آخر از کرده پشیمان گشتیم، دایما در بند عصیان بودیم، هم قرین نفس شیطان بودیم، بیگناه نگذشته بر ما ساعته، با حضور دل نکرده آوردی؟ بله آوردی. درست است؟ بله قرآن شریف است. قربان شم. از این خود من چیزا نمیفهم، اما دلم میخواه که یک چیز خوازی بفهمم. من یاد میگیرم. چرا یاد نمیگیری؟ یک سوره فاتحه را بر ترجمه کنم، خودت کلش هم میفهمی انشاءالله. توکل به خدا. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من.
درفشان قطره اشکه که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من تو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نامی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. از برکت ازی آدم است که من تو امروز زنده است. از جوانی تا امروز که من جنایت میکنم این آدم مرا خلاص میکنه. بسیار آدم به درد بخور است. موسی خان، پیشتر خودت یادآور شدی که از جوانی تا به حال ما در خدمتت بودیم و آدم به درد بخور هستم و من هم شاهدی از این هستم که هر جای که پنجه قانون در یخن تو افتیده ما آمدیم در وظیفه مقدس خود که قضاوت از قاضی استم خیانت کردیم، اما تو را از چنگ قانون نجات دادیم، خطا کردیم. و دیگه چی؟ که وشر و زکات حق مسکین و غریب و دولت است. ما از دان مردم وشر و زکات زده آوردیم در دان تو انداختیم. این پیسه را برات میتم و اونمو سیل و چکه باید تو مرگ میکشی، باید تو مرگ میکشی که دیگه در زندگی کسی نام لوچکی رو نگیره و لوچک نشد. دایم مشکل تو را ما حل کردیم. امروز که من مشکل دارم، مشکل مرا باید تو حل کنم. ما به وظیفه خود خیانت کردیم، به دولت خود خیانت کردیم، به مردم خود خیانت کردیم، به دان تو پولو انداخت. فقط مرگ او 3 نفر لوچک ما از پیشت میخواهیم. مرا بچه ما رفتم، خداحافظ. آلی صاحب صبر تا تو بچه ما مردی عرصه ازیره در قریه گرفتم میارم. برو مردم قریه را جمع کن. من سر تو باور دارم. من میرم منال جشن خوشحالی مرگ سه لوچکه در تمام قریه برپا میکنم. خداحافظ. خیر است نه یک هفته است که پیشمان آمده. ما باید پیش از او بریم. انسان رو در بودنشان کسی قدر از او نمیده. زمانی که او رفت باز قدر از او میآید. با وقت از کار خود خیلی میشه.
شما رو دعوت کردم. فرار کنید. فرار کنید. من چه کسا فرار کن. نه برو دقیقی ما نشو. برو. فرار کن. زیاد. تو با خاطر چی سادستی؟ فایر میکنه. نمیکنه برو. فایر نمیکنه. فایر میکنه. نه نمیکنه فرار کن. فایر میکنه. فرار کن. گفتم چون میفهم کمی با میگی نه که بسیریشان پشت تو دق شدن ما هم پشت از دق شدیم باور ما هم پشتشان دق شدیم من وقتی که شو سرم لزانوی صبور نباشه خودم خواه نبره ما یک رفته را بسیار مشکلات دیر کردیم میفهم میرم من از پیشش مذارت میخواهیم لالا جاوید پالو آدم نیست هیچ باور نکنی تغییر کرده کاملا تغییر کرده هر چی که تو بگی محمد میکنم بگیره نه بگیره نکن ایران نکن ایران بریم میفهمی ما مدرسه هم با پدرش رساندم مدرسه از جایی که فرار داده بودم پس همونجا رساندم چی میخوایم بگم؟ حالا بسی یک جاوید تغییر کرده بیا ما واقعا مستقیم بردن نفرهای مسافر بردن نفرهای مسافر برد من این نمیمونی من کردیم سلام رئیس. وعلیکم سلام. چرخه چی گپ است؟ رئیس تبخش باشی رو دیگه. رئیس مولا آمده است تبخش باش. فال اختتاب شده رم نان داده میشه تبخش باش رئیس. و دیگه یک خبر خوش دیگه که بیادرهای جاویده نفرهای موسی خان برده تبخش باش. چی؟ یه هم گپ خوشیست؟ ما چطور خوش باشیم؟ ما خو نفرهای موسی خان هستیم جاوید به جان ما میه پیش از اینکه جاوید به ما باید تدابیر خود بگیریم رئیس جاوید نمیرسه جاوید آمده رئیس تبخش باش بچه خدا دید کنه رئیس مکای دستم تبخش باش تبخش باش بیادر
سرای بیا 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 یارا خو زد چی کنم اگر رئیس زد خب میزنش اگر نه بیا بچش بگریزن یا خطا خدا در کل شهر معلوم است که ما 3 قانون داریم. قانون اولی که ما کسی که از 5 نفر پایین نکشته باشه نمیکشیمش. قانون دوم است که ما با پول کار میکنیم. پیش از اینکه در قانون سوم ما تسلیم شوی بگو که موسی خان کجاست. قانون سوم ما رو میفهمه که هر چیز شده میتونه. بگو. موسی خان دادر تو را در باه برده. کدام با؟ همیشه که میرفت. بچه‌ها امکان آمدن جاوید در اینجا 100% است. برای امنیت خوب سری بگیریم. ما سنگ بزن جاویده. جاویده بتل. هر کاری داری با ما داری. با ما میتونی حل بکنی. هیچ وقت نمیخوام جاویده. برای این طرف هست.
بابا که بگو معلوم بشه که جنگ سال شدید شد. بریم جاویدا بریم جاویدا شما باشین من میرم میبینم. مستم جاوید نخواهی مصافان برای معامله نکنم باید حتما نرست کنم حتما جاوید چی قسم کردی؟ ترا نگفتم کنه بیا؟ ترا نگفتم کنه بیا؟ جاوید جان خوبی که در برابر ما کردی من چه قسم رو فراموش میکردم. جاوید جان من بسیار بالای مرگ افتخار میکنم. از جوامع ما کده بسیار خوب است که نصفشان اموایی میخوره، نصفشان مواد مخدر از بین میبره. من بسیار افتخار میکنم که فدای یک دوست شدم. جاوید جان متوجه سایل باش. وقت دولت ما را در آغوش نگیره، کشورهای بیگانه ما را نپذیره دیگه، پس ما بالاخره چی کنیم؟ لطفاً لالا جاوید ما را ناامید نساز. ای بچه چه شد که تو گم شده روش؟ تو برو یکره چه شده بیا؟ باشیم که بچه چه شد؟ از جا هیچ چیز جور نمیشه. مسافر خودت ایمت کن خودت. بسیار میکنیدم ظالم خدا ناترس پدر مرا از ما گرفتی. او روز در خانه از او داخل میشدی 3 تا یتیمشان از بین میبردی. روز دست از اونا به خون صدها نفر آلوده نمیشد. تو خود یک مرد هستی، هیچ وقت مرد نمیکشه. پدر من مرد نبود که از بین بردیش؟ با 100 نفر دیگر که از بین بردی اونا مرد نبود؟ مرد ما و تو خود یکی ما مرد نیستیم. مرد او نیست که با زور شمشیر، با زور تفنگ، با زور دهشت از بین ببره. ما و تو در راهی که روان بودیم راه مردی نبوده. مرد او کسی است که یک لقمه نان حلال از کف دست خود پیدا میکنه. راه ما و تو راه نامردی بود. راه نامردی بود. الله اکبر، الله اکبر. او خدایا و چطور دیگر خون کسر ریختان نمیتونم. چطور؟ از بین ببرده خواهیم، از بین ببرش. همین از زندگی موته دارن موتونه و 10 نفر دیگر زندگیش خراب کنه.
از بین ببر جاوید. منتظر چی هستی؟ بگو. گوش کن. ما خو یک مخلوق بسیار خرد هستیم. ما او کسی که پیدا کرده به سوی رستگاری صدا داره. در این وقت چطور میتونیم که ما خونه تا آدم کثیفه بریزانیم؟ ایره به خدا تسلیم میکنیم. خداوند جزای ظالم را بده. خداوند جزای ظالم را بده. قاضی صاحب، همین موسی خان لالا را که شیر تو است و اجدار تو است، تو او را به پیسا مخته کردی. سبا روز که پیسه نداشتی، همو اجدارت که گوش نماند باز ما تو را میخوره. تو دقیقه میازو دیگهش نباش. اجدار من میاله. او نه آمد اجدار من. او نه آمد. مرده اولو چکار کرده خود گرفته آمد. سیکو اجدار ما آمده رای. سیکو گشتاره. سیکو قاضی صاحب چی کرد؟ ما خویرت مرده گپ زده بودم که باید بکشی مرده شده ما بیاری. ایره زنده چطور ها؟ میخوای که دم روی ما بکشه که ترس کل ما از مغز ما گم شوه. نشه قاضی صاحب که شیر و اجدار تو در چنگ از واف دیده باشه باز چی میکنی؟ ها؟ مثل که اموتو شده. قاضی صاحب از اجدار خود میگریزی یا از او 3 نفر دیگه؟ مرا ببخش جاوید جان. مرا ببخش. خیره مرا ببخش. مرا ببخشید. مرا نکشید. من اولاد دار هستم. مرا نکشید. خیره نکشید. مرا نکشید. از مکدم شادی گناهکارتان است. مرا ببخشید. مرا ببخشید. نشدی مرا. خیره مرا ببخشید. خیره مرا ببخشید. من گناهکارتان هستم. مرا ببخشید. موسی خان وار یک شخص پدر من از ما گرفت. کاکای من از ما گرفت. بخشیده میتونم غمکار رو بخشیده نمیتونم. او کسی که به الله تسلیم میشه، به قانون الهی تسلیم میشه، او چی کاره بخشیده نیست. تو چقدر بزرگ هستی. با وجودی که من حق تو چی کارا کردی تو مرا بخشیدی. خدایا تو مرا ببخشید. تو چقدر بزرگ هستی. تو چقدر بزرگ هستی. من خلیاقت مرگ داشتم اما ببخشیدنت توی را ثابت ساخته که تو واقعی که انسان خوب هستی. بچه ها 4 طرف محاصره کنه و من نیاز دارم که این مردم مرا ببخشه. من واقعا دختر از پدر جدا کردیم. پدر از دختر جدا کردیم. از دست من همه این مردم درد دیده. همه بسیار من رنج دادیم. شما با بزرگواریتان شما مردم مرا ببخشید.
خدا را شکر که فرصت به ما داد، این فرصت به ما داد که ما بیایم که شما و شما مردم معذرت بخوایم. بچم متاثر نشو، خدا رحیم است، مهربان است. او رو نگفته که هر وقت انسان متوجه گناه های خود شود و توبه بکنه به دربار خداوند از صدق دل، خداوند او را میبخشه. اگر پس نگرده به گناه های گذشته خود، شما مایوس نشین. با وجودی که من شما را در مرگ کشاندم، بازم شما مرا میبخشید. دلم میتوانم قبول کنم که علتش چیه. امتیازی تسلیم شدن باید با جناب مولوی صاحب داده شود که واقعا ما از برکت اینا، از برکت این دعوتگرا و این کسی که واقعا چراغ اسلام هستند، از برکت اینا ما تسلیم به حق شده. اصلا خودم تصوری از این نمی کردم که یک آدمه که همیشه مردم عشقش ریختانده بود، امروز دل از او با قدرت پروردگار به اندازه نرم شده که عشق کسی دیده نمیتونه، عشق کسی دیده نمیتونه. مولوی صاحب، ما هم خودم مسلمان میگم، صرف به نماز یک روز مسلمانی نیست. شکر الحمدلله که همه شما متوجه گناه های خود شدین. خداوند ذات مهربان است، گناه های شما را میبخشه. شما هیچ وقت متاثر نباشین. بیا برش دعا میکنیم او مردمایی که هنوزم از راه های خراب دست نکشیدن از یا بیاموزن و بیاین برای راست. واقعا مرا ببخشین، مولوی صاحب مرا ببخشین. باشیم، متاثر نباش. جاوید خدا به قانون تسلیم کن. چهار طرفتان تحت محاصره پلیس قرار داره. شما باید همراه ما برید. شما یارم میخواین که گرفتار کنین؟ مرا گرفتار کنین؟ لامل تمام بدبختی ها خود من هستم. از روی از خود من نفهمیدم که من چی هستم. من هیچ خود نشناخته بودم یک مسلمان، یک قاضی، اما کارهایی را میکردم که هیچ مسلمان نمیکنه. در قتل از میخواستم که یارا بکشم، دسیسه ساختم، تمام کارها را کردم. گناه خودم قبول میکنم. یا مقصر نیستن، مقصر ما هستم. مرا جزا بده. صاحب یک دقیقه تاولی را بگید. به خاطر کمک تو آمده باشی. آمد صاحب من به عقل هستی. تو کی هستی؟ من یک تدبیرگرده شهر. از این که دیگه جای خوشبختی در کجاست؟ بیا در گوشم. موسا استاد شو. تکان نکنید. ببخشید مزاحم گوشیتان شدم. من تا جایی که میفهم فقط یک مجرم اینجا است که او است موسا. حالا من نمیخوایم مزاحم گوشی شما کنم. من باید برم با موسا یا که موسا با من
یک دقیقه آمر صاحب، خداوند اقا مهربانت برای ما چهار خوشی را داد. ما باید این خوشی را به تمام مردم برسانیم. نمیفهمی چه رقم؟ یک عکس فیسبوکی. سلام علیکم قاضی. و علیکم السلام. خوب هستی جور؟ بخیر صد خوب است؟ بخیر هستی؟ بخیر باشی سلامت. بخیر کجا میری؟ میبرم که پیسه رو ببرم پیسه رو. خدا خیر بته. میگه خداوند که کس راه نیک نشان بته او در راه بد هیچ وقت رفتن نمیتونه. خدا خیر بته جاویده که دختر مولوی صاحب نکاح کرد، چند پولی که حق حلال از خودش میشد با مو پیسه امرای خانمش رفت به بیت الله شریف بخیر. و این پیسه که ملکیت و پیسه های حرام و ایسویسوی که داشت کلش به ما تسلیم کرد که ببر به مو یتیما بته که ضرورت بریزی داره تا که مثل جاوید شانوار دیگه یتیما ناسور در قریه جور نشه.